علی اکبر پرورش از پیشگامان انقلاب اسلامی پس از یک دوره بیماری دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت. مرحوم پرورش متولد 1321 اصفهان پیش از انقلاب از محورهای اصلی مبارزات انقلاب اصفهان بود. وزارت آموزش و پرورش، نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی و نمایندگی مجلس اسلامی از جمله فعالیت‌های وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. انقلابی دریاست، افرادم قطره. 21 دی ماه 1392 دبیرکل سازمان ملل در نخستین نشست خبری خود در آغاز سال 2014 میلادی با حمایت از قطعنامه پیشنهادی رئیس جمهوری ایران درباره جهان عاری از خشونت و افراط‌گرایی، اولویت فعالیت‌های آینده سازمان ملل را حفظ حقوق بشر عنوان کرد. اوضاع سوریه، جنوب سودان و جمهوری آفریقای مرکزی تبدیل وضع بد به بدتره. از دو طرف درگیر در سوریه و همه کسانی که بر آنها نفوذ دارند میخوام بپذیرند که سوریه راه حل نظامی نداره و باید برای راه حل سیاسی تلاش کرد. 27 27مین اجلاس وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد. در این دوره از اجلاس اندیشمندان، نخبگان و علمای 50 کشور جهان حضور داشتند. اونچه که همه علمای اسلام دغدغه خاطر امروز هست، حرکت‌های انحرافی و تکفیری هست که امروز متاسفانه در جهان اسلام از ناحیه بعضی از گروه‌های تندرو اتفاق میفته و این چهره اسلام رو در دنیا کریه جلوه. ضرورت عمل به قرآن به عنوان بستر برادری و وحدت اسلامی، مسئله فلسطین جایگاه محوری آن در زندگی امت اسلامی و موضع قرآن درباره تکفیر مسلمانان و مباح دانستن جان، مال و ناموس آنان از جمله مباحث مطرح شده در اجلاس وحدت اسلامی سال 1392 بود. من حفر بئرا لاخی، هر کس چاهی را برای برادرش بکند اوقعه الله فی، او در همون چاه می افتد. 29/1392 در خجسته سال روز میلاد نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم و حضرت امام صادق علیه السلام، جمعی از مسئولان نظام، میهمانان خارجی شرکت کننده در 27مین کنفرانس وحدت اسلامی، سفرای کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. این جریان‌های تکفیری که در دنیای اسلام به وجود آمدند، اینها وجودشان یک مژده است برای دشمنان جهان اسلام. اینا هستند که به جای توجه به واقعیت خبیث رژیم صهیونیستی توجه ها رو به جای دیگری معطوف میکنند، درست نقطه مقابل اونچه که اسلام خواسته است. این روزها بیشتران به پرورش عضلات و مایچه های بدن خودشون علاقه‌مند شدن. بسیاری اونها بدون مشورت با پزشک یا متخصص تغذیه مکمل های غذایی مصرف میکنن. بدون مکمل نمیشه ورزش. چقدر از واسه مکمل؟ تقریبا مسابقه 14-15 میلیون هزینه میشه. به عنوان یه باشگاهدار و کسی که به هر حال رو سکوی قهرمانی این رشتم قرار گرفتی، بهتم تبریک میگم. نظرش مکمل غذایی چی؟ هیچ یعنی مکمل غذایی نمیشه. دارو و خواب و استراحت و مکمل غذایی چی میخوری؟ مرغ گوشت مثل مردم عادی، ولی خب حجم بیشتری. و مکملات مکمل پوست، پروتئین. چقدر هزینه برای مکمل غذایی؟ کمتر 20 میلیون نمیشه. برای چند ماه؟ برای 3 ماه 4 ماه رژیم. نه دیگه به اون مبلغ نمیرسه، ولی برای یک دوره آماده شدن بالاخره 10 تومن هزینه برمی‌داره. دست مکمل های غذایی خیلی هم دشوار نیست. از داروخانه ها گرفته تا مغازه های فروش لوازم ورزشی مکمل های غذایی رو برای فروش عرضه کردن. من مکمل فروشی دارم. درآمد مکمل فروشی چجوریه؟ الان خوب نیست.
به خاطر اینکه قیمت‌ها 4 برابر شده. یه مدت بود 3 سال 4 سال پیش پروتئین 100% 2 کیلو 270 85 تومن بود خوبش، الان شده 285 تومن. وضعیت مکمل‌های غذایی در حال حاضر و از قبل هر روز آشفته‌تر از دیروز. جنس‌های مشابه و جنس‌های در واقع تقلبی میتونم بگم داره هر روز بیشتر میشه و این قضیه نگران کننده است برای ورزشکار عزیز کشور. سری هم رو خونه ها زدیم. اگه ما جوانامون این آگاهی رو پیدا کنن که اگه به باشگاه، به ویترین مغازه که بهشون توصیه میشه از اون استفاده کنن، به اونا روی نیارن، پس یه جایگاهی پیدا میشه به نام داروخونه یا محلی که بیشتر مورد اعتماده. ما دیگه بحثمون از اون باشگاه و از اون ویترین مغازه و اینا میاد بیرون و میره به جایی که خود امن‌تر، استفاده از مکمل جهت‌دارتره، به تبع به نفع کل به اصطلاح جامعه ورزشی میتونه باشه. آیا واقعا مکمل‌های غذایی برای ورزشکاران لازمه؟ مکمل‌ها هرگز یک فرد معمولی رو به یک قهرمان بزرگ تبدیل نمی‌کنند. این یک نکته. نکته دوم اینه که 90% کار با تغذیه درست، تغذیه مناسب ورزشی، دونستن تمرین و فیزیولوژی ورزشی و برنامه تمرینی صحیح صورت میگیره و مکمل‌ها صرفاً در مراحل بسیار کوتاه مدت و تأثیرات بسیار جزئی خواهند داشت. خود مکمل فرض بر این که هیچ مشکلی نداشته باشه، ما نیاز داریم که کسی بیاد این رو تعیین کنه برای کسی که میخواد بخره، که بهش بگه خب با توجه به این وزن بدنی که شما داری، با توجه به نوع ورزشی که میخوای انجام بدی و سطح ورزشی که داری، آیا مبتدی هستی، شما حرفه‌ای هستی، در چه سطحی هستی، آیا واقعا به این مکمل اولا احتیاج داره، بعد اگه احتیاج داره به چه میزان و به کدوم مکمل. یه ذره ورزش که به صورت حرفه‌ای انجام میشه، خب به یه چیزای دیگه نیازمند هست 100% بدن. مشکل بزرگی هم در این میون وجود داره. خبرهایی از وجود ناخالصی در برخی مکمل‌های غذایی به گوش رسیده که عوارض قلبی، عروقی، کلیوی و غیره رو به همراه خواهد داشت. میتونه که باعث بشه سکته بشه، دچار ایست قلبی بشه. همینطور اینها چون ترکیبات آنابولیک هستن، یعنی تعداد تارهای عضلانی رو افزایش میدن، میتونن که حجم عضله قلب رو هم افزایش بدن، یعنی که دیواره قلب بزرگ بشه و اگر بزرگ بشه حجم عضله قلب، باعث نارسایی قلبی میشه و اون پمپاژ طبیعی رو نخواهد داد. از این قبیل مکمل ها هم وارد میشه و هم در برخی به صورت غیرقانونی تهیه میشه. مثلا تا چند وقت پیش شخص میومده پیش خود من مکمل غذاییشو تهیه میکرده، به وسیله دوستانی کسانی بودن مثلا گفته در فلان جا دارن مثلا این مکمل غذایی رو الان دارن دوستای من مثلا تولید میکنن، در صورتی که شخص میتونه به راحتی و بدون اینکه در واقع بهداشت بهش مجوز بده و استانداردهای خودشونو داشته باشن بتونه این مکمل رو تولید کنه، ولی مکملات تولید میشه متاسفانه به صورت غیر قانونی و بیشترش هم به خاطر بازار تقاضای ایرانه که هر روز داره بیشتر میشه. متاسفانه همونطوری که گفتم این موادی که قلابی هستش بعدها مضر خواهد بود و برای سلامتی اینا خیلی ضرر داره. شما خودت اصلا مکمل استفاده میکنی؟ نه خیلی بودم که الان دیگه ورزش حرفه‌ای نمی‌کنم، ولی اگر ورزش حرفه‌ای هم می‌کردم، اگر می‌خواستم استفاده بکنم زیر نظر پزشک استفاده می‌کردم. باشگاه‌های بدنسازی هرچند تلاش می‌کنن برای ورزشکارانشون مکمل‌های اصلی تهیه کنن، اما نتونستن در این کار موفق باشن. مکمل مشتری نداره. اگر ورزشکاری می‌خواد که هزینه کمتر بکنه، خب چرا اصلا هزینه بکنه؟ بهتره که به جای اینکه به هزینه این مکمل آلوده و بی‌کیفیت رو بکنه، بره تغذیه سالم رو برای خودش ایجاد بکنه و مهیا بکنه، بتونه که با تغذیه مناسب این ترکیبات رو برسونه از طریق مصرف مواد غذایی مثل انواع میوه ها و سبزی ها و همینطور مواد پروتئینی که نیاز هستش در حین ورزش بهش برسه. رژیم غذایی چیه؟ تو این 10 سالی که بدنسازی کار کردی و حالا میخوای بیای شانس خودت تو این آیتم ها امتحان کنی، چی میخوری که سر پا موندی؟ من غذای طبیعی و غذای اصلی رو ترجیح میدم به چیزهای دیگه. حالا درسته مکمل‌های ورزشی استفاده میشه، ولی بهترین چیز غذای اصلی. همین مرغ و ماهی و گوشت خودمون بهترینه و کم ضررترین. مکمل هم میگیری؟ مکملایی که مورد تایید
داشت باشه وقتی استفاده اونه که میگیری بالاخره متفاوت از 200,000 تومان شروع میشه تا به بالا. آقا تا حالا رفتی مکملی بگیری که بفهمی قلایی بوده اعصابت خورد شه؟ بله من خودی از دوستان بودن گرفتن آوردن دیدم که خوب نبوده و درجه 2 بوده. متاسفانه عوارض خیلی زیادی هم داره، هم رو کبد و کلیه و پوست آدم خیلی عوارض زیادی. ببینید به نظر من مکمل‌های ارزون قیمت دو دسته هستن. یه سری مکمل‌ها هستن که واقعا علاوه در واقع متریال داخلی و در واقع جنس محصولی که هست ضعیف هستن، به اینا میگن مکمل‌های ارزون قیمت که اونا اورجینال خیلی از داروخانه‌ام در واقع دارن. من نمیتونم بگم که استفاده نکنن چون هر کی به اندازه خودش در واقع میتونه هزینه کنه، ولی من پیشنهادم اینه که مطمئن بشن از اینکه اون جنس اورجیناله و این یه مقداری سخته در بله دقیقاً. من به نظرم اگه یه جنسی رو ارزان باشه ولی اورجینال باشه باز استفاده کنن. مشکل اینجاست بی پولی موجب میشه ورزشکار بره مکمل درجه 2 3 4 و نهایتا قلابی رو خیلی ضرر داره. نه اصلا حتما 100% ما کلا تو دفتر بیشتر از اینکه برنامه ورزشی تغذیه تنظیم بکنیم روی همین مسائل رو بچه‌ها کار میکنیم که از نظر که تشخیص بدن چه مکملایی باید بخرن. خب نداره بره غذاشو بخوره، غذای طبیعیشو از ویتامین‌ها استفاده بکنه، چرا بره جنس تقلبی بخره؟ مثلا کار درست نیست. باید از مکمل زیر نظر پزشک یا یه مربی بدنساز خوب استفاده کرد. مثلا مکملی که شما میگیری چند قیمته؟ الان متاسفانه قیمت‌ها خیلی افزایش پیدا کرده. نمیدونم فکر کنم دلار تو این قضیه هم تاثیر گذاشته. به طور مثال یه مکمل پروتئین 100% که یه ورزشکار نیاز داره، مخصوصا ورزش‌های قدرتی مثل بدنسازی پشتی، الان تقریبا 2 کیلوش هولوش 200 تومان 240,000 تومان قیمتشه و این پروتئین، این مقدار پروتئین جوابگوی تقریبا 1 ماه ورزشکاره. مطمئنی اون اصله؟ خب با توجه به اینکه به اون شخص تهیه می‌کنیم به اون شخص اعتماد داریم، ولی اون دوره که من خودم این چند سال تمرین کردم انصافا نه، خیلی میشه گفت درصد بیشتر این مواد پروتئینی همین تو بازار خودمون پر میشه. نباید کنیم که بهترین مکمل ها غذای طبیعی هستند که مصرف اون به مردم توصیه میشه و این دسته مکمل ها شامل انواع مواد غذایی پروتئینی، لبنیات، سبزیجات، میوه و حبوبات هستند. به هر حال ساخت و عرضه مکمل های غذایی برای ورزشکاران تبدیل به یک تجارت پرسود شده و همین موضوع موجب شده که مکمل های غذایی هم در بازار خیلی مشاهده بشه. مجتمع گردشگری و تفریحی برج بین الملل کاسپیان، برج 66 طبقه با 230 متر ارتفاع در شمال آزادراه تهران قزوین، 3000 واحد اقامتی، 5000 واحد تجاری، سالن همایش 5000 نفره، هتل 5 ستاره، 8 تالار عروسی، رستوران گردان، پارک برف و یخ، پارک آبی، پارک دلفین، باغ پرندگان، باغ گل، دریاچه مصنوعی، خدمات گردشگری و درمانی، سالن‌های ورزشی تفریحی و 60 سالن ملل. برای آینده فرزندان خود شما هم با ما شریک و همراه شوید. شرکت توسعه گردشگری و ساختمان پردیسبان ایرانیان. تلفن 88 58 24 58. پردیسبان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و خاندان پاکش و سلام به شما بینندگان محترم، ورزشکاران و ورزش دوستان. آمدید به خبرهای ورزشی ساعت 21:30 از شبکه خبر. هفته 25 فوتبال دست اول ایران با صعود پیکان به ردی دوم جدول گروه 2 به پایان رسید. در روز پایانی این رقابت‌ها امروز در گروه 2 تیم پیکان تهران با 2 گل میزبان
نفت و گاز گچساران را شکست داد تا با 37 امتیاز و قرار گرفتن در ردی دوم جدول به صعود این گروه امیدوار شود. پارسا در تهران 2-0 بر پاس همدان غلبه کرد. پارسای تهران میزبان پاس همدان در هوای بارانی ورزشگاه صنایع دفاع. دیداری